شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هفتم قسم مردم نسبت ماه مبارک رمضان این کسل‌هایی که امید درست شدن دارند، مریض و کسلی که امید درست شدن دارد و این سه حالت دارد. حالت اول اینکه الا یشق علیه الصوم، کسل است، امید درست شدن دارد، لیکن در حالت کسلی اگر روزه دارد به وی وزمینی نمی کند و ضرر هم ندارد. پس این چنین کسلی هایی که اگر در حالت کسلی هم روزه دارد وزمینی نکند یا که ضرر نرساند به وی واجب هست که ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد، چرا که وی عذر مباح کننده فطر را ندارد. روزه به وی نه ضرر میرساند نه مشقت دارد. و گروه دوم یعنی کسانی که کسل هستند و به سبب همین کسلیشان روزه مشقت ایجاد بکند. یک انسان کسل است، اگر روزه گیرد به وی به سبب این کسلیش روزه مشقت ایجاد میکند اما ضرر نمی آورد. این میتواند که روزه را خورد، خیلی که الله میگه و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، سوره بقره. به وی روزه داشتن مکروه است، چرا که مریض هست. انسان مریض گرچنده که روزه مشقت هم نآورد میتواند که روزه را بخورد و رخصه الله را قبول بکند، چرا که در روایت احمد آمده است که البته این روایت صحیح است که میگویند ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. الله دوست می‌دارد که بندگانش به اجازت داده الله، به رخصت الله چنگ بزنند، رخصت الله را بگیرند. خیلی که الله برای کسل یا برای مسافر رخصت داد که روزه را بکشند. الله دوست دارد این چنین انسان ها را. خیلی که الله بد می‌بیند کسانی را که به معصیت دست می‌زنند. پس بندگان الله باید به رخصت الله داده دست بزنند. و حالت سوم یعنی کسلیه که سوم حالت دارد، یعنی کسل است، اگر روزه دارد به اون ضرر میرساند، اگر روزه دارد به اون مشقت ایجاد می شود. فیجب علیه الفطر، به این انسان کسل که روزه سبب مشقت و سبب کسلیش می شود واجب هست که روزه را خورد و به وی روزه داشتن واجب نیست. خیلی که الله رب العزة والجلال میگه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما، خودتان را به دستهای خود به قتل نرسانید، البته الله رب العزة والجلال به شما رحمان و رحیم است، غمخور شما است، مهربان شما است. سوره نساء 29. و الله در سوره بقره اینچنین آیت 195 میگه ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خود را به دست خود به وفات کردن و هلاکت نرسانید. و قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که میگن ان نفسك عليك حق ان لنفسك عليك حق، البته ای بنده تو بر نفست حق داری، نفست بر تو حق دارد که نگاهی بینش کنی، در حالت کسلیش روزه رو بخوری. پس حق نفس این است که به وی ضرر نرسانی، در حالتی که الله اجازه داده است که روزه رو بخوری لا ضرر ولا ضرار. پس هر کسی که در نصف ماه مبارک رمضان بر وی کسلی وارد می شود، مشقت وارد می شود، می تواند که روزهش را خورد یا می تواند که روزه خود را کامل بکند و هیچ باکی ندارد. یا طبیب به کسی بگوید، دکترها به کسی بگویند که تو اگر روزه داشتنت سبب زیاد شدن کسلیت می شود،
میتواند که روزه خود را بخورد و از روزهای دیگر قضاگیش را دارد. و هشتمین قسم از این اقسام مردم نسبت ماه مبارک رمضان حائض می باشد. فیحرم علیها الصیام ولا یصح منها. فیحرم علیه یعنی زنی که حائضه است. حائضه یعنی در یک ماه زنها کسل می شوند، از اونها خونی مخصوص بویناک سیاه غلیظ بیرون می شود. البته زنی که به بلوغت می رسد از همون روز شروع می شود در یک ماه یک بار و هر یک زن عادت خود را دارد. پس هر یک زنی که در ماه مبارک رمضان حیض می بیند، کسلی زنانه می شود، به وی حرام است که روزه بدارد. روزه داشتن حرام است و روزه دارد روزه اش صحیح نیست، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به زنهایشان می گفتند ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما ناقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. روایت صحیح است که امام بخاری در کتاب حیض و امام مسلم در کتاب ایمان ذکر میکنند، متفق علیه است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که من از زن دیده عقلش نقصان بوده چیزی را ندیدم. یعنی از انسان ها زن عقلش نقصان است، کمبودی دارد. از مرد دیده پایان تر است. زن ها پرسیدند که چرا ای رسول الله عقل ما دین ما نقصان است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آیا شهادت دو مرد برابری شهادت یک زن نصف شهادت یک مرد نیست؟ یعنی اگر یک زن شهادت دهد نصف مرد است. برای همین است که دو زن وقتی که شهادت می‌دهد برابری شهادت یک مرد است. زنها گفتند بله. پیامبر گفتند این دلالت به نقصان عقل زن می‌کند. و گفتند آیا نمی‌بینید که زن اگر حیض شود نماز نمی‌خواند، روزه نمی‌دارد؟ گفتند بله. پیامبر گفتند پس این دلالت به نقصان عقل زن می‌کند. از عایشه رضی الله عنها اینچنین روایت شده است که انسان زن روزه‌دار اگر حیض بیند روزه اش را میخورد و روزه نمیدارد، اما بعد از این که ماه مبارک رمضان گذشت و حیضش پاک شد روزه را قضا میدارد. کنا نقض الصیام ولا نقض الصلاه. عایشه رضی الله عنها میگن که پیامبر امر میکردند که ما روزه را قضا داریم اما نماز را آدم حائضه زن حائضه قضا نمیدارد. پس زن روزه‌دار اگر در حالت روزه‌داریش در نصف روز حیض بیند روزه اش صحیح نیست و باید روزه را خورد. و اگر زن روزه‌دار پاک شود پیش از دهان بستن 1 دقیقه پیش هم اگر پاک شود حیضش خشک شود به این زن واجب هست که این روزه را روزه بگیرد. برای همین زنها خیلی هم اهمیت بدهید. بعضی زنها خشک میشوند، در شب خشک شدند روزانه هم روزه را نمیدارند، پس این قضا میشود و گناهگار میشید. وقتی که خشک شدید که پیش از این که دهان پیش از طلوع فجر خشک شد حتما روزه را بگیرید. و این چنین انسان زنهای نفسا یعنی زنهایی که تولد میکنند نفاس میبینند، خون تولد که چقدر روزه آید در این روزها مثل حکمش مثل حائض است، نه نماز میخواند و نه روزه میدارد اما روزه را قضا میدارد. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لیکن روایت رو ما حضرت عایشه رضی الله عنها مادرمان به شما کردیم. قسم نوم انسان ها نسبت ماه مبارک رمضان المرأة اذا كانت مرضعا او حاملا. زنی شیردهنده یا زنی حامله و خافت على نفسها. این زنی شیردهنده به کودک نوزاد یا زنی که در شکمش حامله است و کودک دارد در حالتی که به نفسش ترسد یا به فرزندش ترسد که اگر روزه گیرد به فرزندش یا به خودش ضرر میرسد، پس این زن روزه اش را میکشد و روزه داری به این واجب نیست. دلیل حدیث انس بن مالک الكعبی رضی الله عنه می باشد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله وضع على المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام. الله رب العزة والجلال از مسافر آدم نماز را چی کرده است؟ پس کرده است و از حقش گذشته است. یعنی نماز 4 رکعت را 2 رکعت میخواند.
و این چنین از آدم مسافر، آدم حامله، زن حامله که در شکمش در جنینش کودک دارد یا زن شیر دهنده که کودک دارد و شیر میدهد روزه را گرفته است و از اونها الله سبوکی میخواهد. اما اینها وقتی که زنی شیر کودکدار که شیر میدهد یا زن حامله وقتی که روزه را میخورند، حتما در حالتی که به اینها حالت سبوکی می آید، حالت می آید که در اون وقت یا وقتی می آید که روزه دار می توانند، حتما روزه‌ای که خورده اند قضا می دارند، قضا داشتنش برای اونها ضرور است. و دهم قسم مردم نسبت ماه مبارک رمضان، من احتاج للفطر دلف ضروره، آن کسانی که به روزه را شکستند احتیاج دارند برای دفع کردن ضرورت. به مانند اینکه شما میبینید که یک نفر به یک مشکلی دچار شده است، غرق شده ایستاده است، شما میخواهید که اون را نجات بدهید اما قوه ندارید. شما اگر روزه خود را بخورید قوی شوید و اون را از یک بلا، مقصد از یک غرق شدن نجات بدهید، این هم جایز است. که به این هم روایت ابی سعید الخدری دلالت میکند که روایت صحیح است که امام مسلم و ابو داود در مسندشان روایت میکنند. و این 10 قسم مردم برادران عزیز نسبت ماه مبارک رمضان بود. و از این 10 قسم گذشته بعضی انسان ها بعضی از این 10 قسم می توانند که به ملال افطارشان را به مردم اعلام کنند، به مانند کسلی که از وی هیچ امید درست شوی نیست، یا که به مانند انسان خیلی هم پیر فرسوده که هذیان میگوید حکمش حکم کودک است، اونها به ملال در همه جا طعام خوردن میگیرند. اما قسم دوم به مانند حائض، یا که زن حائضه، یا که زن نفاس دیده، اینها روزهشان را میکشایند، میخورند، اما پنهانی آداب روزه را به جا میارند، پنهانی، یعنی در همه جا اعلان کرده روزه را در کوچه و در بازار و در خانه نه، بلکه پنهانند احترام روزه را به جا میارند، تا که یک جاهل، یک بی‌علم نبیند که و گمان نکند که روزه خوردن جایز باشد. پس همه اون کسانی که در این قسم گفتیم که به اونها اگر روزه را کشاید قضا کردنش ضرور، به مانند حائضه، به مانند نفسا، به مانند مسافر، همه اینها، یا به مانند مریضی که درست شدن امید دارد، قضاگی اونها به یک روزش یک روز روزه می‌دارند، چرا که الله رب العزت و الجلال گفت فعدة من ایام اخر، به یک روزش یک روز. اگر 30 روز روزه خورده باشند 30 روز از دیگر ماه روزه میگیرند. اما بعضی از اونها که گفتیم طعام میدهند، به مانند پیرانسال چی گفتیم؟ پیرانسالی که هذیان میگوید، یا کسلی که هیچ از کسلیش امید درست شدن نیست، اینها قضا نمیدارند بلکه طعام میدهند. و قضای روزه را کی دارد بهتر است؟ البته بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از عید زود قضاگی را دارد بهتر است. و این درست نیست که قضاگی را به سال آینده مانید یا که بعد از 1 سال و 2 سال کنید، بلکه قضاگی را در بین این ماه رمضان تا وی ماه رمضان حتما دارید، چخیلی که حدیث عایشه رضی الله عنها به این دلالت میکند که در روایت بخاری آمده است کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. یعنی عایشه رضی الله عنها میگن که من در ماه مبارک رمضان بعضی از روزها را قضا می داشتم به سبب کسلی زنانه و من این روزه قضا را داشته نمیتونم مگرم در ماه شعبان، 1 ماه پیش از ماه رمضان. یعنی عموما پیش از ماه رمضان حتما قضاگی را انسان باید دارد. پس هر کسی که ماه مبارک رمضان را قضا میکند به سبب مسافر شدن، به سبب حیض یا به سبب نفاس یا به سبب کسلی و میگوید که من بعد از گذشتن ماه رمضان در روزهای خوبتر میدارم، اما الله به این روزها اون را نصیب نمیکند و وفات میکند، باید دانید که ولیش، فرزندش یا شوهرش یا پسرش حتما روزه قضاگی اون را میدارد. خیلی که حدیث صحیح به این دلالت میکند من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. پیامبر میگن هر کسی که وفات کرد در حالتی که در گردنش قضاگی دارد
قضاگی ماه مبارک رمضان را دارد، حتما ولیش نزدیکترین انسان به این مرده این روزه را می‌دارد و به اون واجب است که این روایت را امام بخاری و مسلم و ابو داود و احمد روایت میکنند. این روایت متفق علیه است که البته کسانی که میبینند که زنشان حیض میشود بناگاه این روزه را نداشته وفات میکند، یا یک مسافر روزه را میخورد اما روزه را کاملا نداشته وفات میکند قضایی را، عموما کسی را دیدید که از خویشاوندان شما همین خیل است، باید خبر دید که ولی اون باید این روزه را دارد. و بالله التوفیق. و با همین صحبت خود را به پایان میرسانیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده در مفطرات روزه صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.